گداریا رادیوی رتزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیوی رتزوند کارن ببین تور اینترنتی وی ناونی شانی مالپر ریاتزه نقطه کم ایرو شمی یکی تیرمه گداریا دنگو باسن گرینگ ین وی هفته بکن سروکری کردستان مسعود بارزانیش واشنگتن پست یا آمریکی را گوتاره که نویسند و گوتاره خدا مجرا رفرندوم سرخوبون کردستان و گشتدان الهریم نرخاند مسعود بارزانی دیار کرد که رفرندوم سرخوبون کردستان دی 25 ایلون ای سال بی پیکانین و گل کرد رفرندوم بریار سرجیانا پورا یونجی یا جدابونش عراقی بده بارزانی آمجه ویکی کرد که سرخوبون دی هر پیکواره و سرخوبون کردستان دیش بوت کسی نوبه گف و مترسی و بروایجی ویکی دل هریمی بو آرامی به درفتک او و دوماند بریا ست سالون پشت یکمی شهر جیانی سوزا دولت دابون کردان لی کردستان بسر ترکیه ایران عراق و سوریه و دا بهش کرد پیوست بو دیراق و نودا کرد و عرب دو گلن و که هفت لی تویه حکمت عراق زورداری کردان کرن به دوامیا گوتار خدا بارزانی دستیشان کریه که کردان پشتی هلوشاندن رژیم باز بو آوکرنا عراق و نوی آرام گلک هفدان لی ریبری بغدای برنبری خبات و خدمت کرده داد تشتک نکر او واد بیشه حکمت بغدای حتی پشتی 14 سالون جی بریارین دستور بنگیم جی نکر و اب یک تری دکه که هم بزانن حکمت بغدای دی تجاران وان خلام جی ناکه دبشه که دنیا گوتار خدا بارزانی دا کرشی که دماتیه گلی که تجاران نوس خواد دیار بکه و دوی آمریکا و جواک و نمنتوایی جی رزیش بریار دموکراتیک یا گلی کرد بگره بارزانی گود جی اف بریار دی همش بو کردستانی و همجش بو عراق دی باشتر به بدف کی وزارت درباره آمریکا هایتر ناوف درباره رفرندوم باشوری کردستان دا البته ولات خوشکره کر او گوت دمو عراق آرام به او کرد بریار رفرندوم بدن اویک دی به پرسکه نخوی عراقی درباره البته آمریکا یا سرگوتار سروکری کردستان مسعود بارزانی یا روزنامه واشنگتن پست دا هایتر ناوف برسی و پرسرو دا اوراگیات شهر دایشی بردوام او روزوا سرکه آمریکا جی اوه الپشگری دادن بشی خویا گل حکمت عراقی ناوی تروا گفت ام دخوازن بول همو آلیان تنیل سر دایشی به هجمان کزیده یا عراقیان مال خو بجیشتنه دمو عراق آرام بو خلق وگریان مال خو اگر عراق و کرد بریار رفرندومی بدن و دمی ابد بپرسه که ناو خو یا عراقی سروک بارزانی داخوش آمریکا و جواک ناو دولتی کرد بو رزیلن بر و بریاری بکرن کمیسیون بلند یا هلبجارتن و رفرندوم یا هریب کردستان دست با مدکارین اداری و تکنیکیین رفرندوم سرخوبونی کریه برپرسین کمیسیون بلند یا هلبجارتن و رفرندوم دبیجن تا مدکاری خود حساب همون نوچین باشوری کردستان و ته هریم کردستانی ین دربای اداره هریم کردستانی جی کرنه کمیسیون بلند یا هلبجارتن اش بو حسون کرنا دنگدان 11000 صندوق دادینه و بشک جوان صندوق جی دل کرکوک شنگال و دبر ناکوک وارن دانین نوچین دربای ببری هریم کردستانی کمیسیون بلند یا هلبجارتن اش بو پاراستن اولکاری دنگدیران گل دزگین اولکاری پلیس و آسایشی همانهنگی دانیه چفکانین گاز سروشتی نریم کردستانی وکه فاکتور که گرنگتین دست نشان کردن کدکاره سر هلوستا ولات انجینور تایبتی جیل سر هلوستا ترکی یا لنبر مجرا سرخوابونه باندور به کمپانی ترکی و انگلیزی گنل انرژی سر دو کلگین گاز سروشتی یا میران و بنه باوی کردک اف کمپانی پیشری کند گرده که گشیل کاری خو یالوان هر دو بلوکین گازی بکه و بکارن پورا گاز سروشتی برهم برینن و هنردای ترکیه بکن الگوری نرین هنک شروع کاران دبش بر مجرا سرخوبون کردستان حکومت ترکیه پشگیری نده پلانا گنل انرژی یا هنردکرنا گاز هریم کردستانی لی هنک شروع کارین دن بی باوری دانه کد اگر سرخوبون کردستانی دا دی انقرب داینا پره که زیدتر حل بده دستلت خوی آبوری یا هریم کردستانی زیدتر بگه بایلوز بری آمریکا لازربایجان میتو جنبرایزا کنها ریبری کمپانیا تورگاز یا ترکیه رادگینه هرچند قبول کردن رفرندوم هریم کردستانی جبو ترکیه زحمت به وان بخنو سرگیجی لی افدی هول بدن و یکیت برجواندی خدا بکار بینن بری آژانس نوندی یا سالوگری آمریکای دیوید پیتریس رادگینه جمع هریم کردستانی سرب خوب به لی نه ندمو و پینگاویه بری یگی جنرال دیوید پیتریس رادگیان جمع گلی کرده دخواز سرخوبونه بکه لی بری که ویگاوی بویجه لی کفتنه گل عراق و ترکیه بکه بو مترسیان کم بکه
پیتریوس گوت جی دوی سرکتی کردستانی درباره سرخوابونی دا بجی دال گل بغدای گوتو بیش بکه جبر کو ریا سرکه یا برب سرخوابونی بغدایه هر وا دبی ترکیه جی تبی پرسیبه بنیری نوی درفش سرخوابونی دا دوی حکومت ریم کردستانی هر بده گل بغدا و انقره بگی جری کفتن که بوج دکو بویه که آشتیان گل عراقی جیب به دیوید پیتریس یک سده من پاشخصنا پرسا سرخوابونی بدگرین نمزبونو نرخی پترولی و دبیجه دما نرخی پترولی بگه $100 و کردستان روزانه $1 میلیون بر پترول کردستانی هنرده درو بکه و دمی دوی کردستان بریارا سرخوابونی بده حتی بوری نویسکاری روزنامه هوریاتی و روزنامه ترکیه عبدالقادر سلوی که کسی که نزدیک حکومت ترکیه بتایبت سرکومر وی ولایتی رجب طیب اردوغان تی نوسین شروع خواهی هفته بوری دا بس رفراندوم سرخوابونی باشور کردستانی و باندور ویل سر روزنامه کردستانی کریه عبدالقادر سلوی گویی اسرائیل باید که پیش پشتوانی رفراندوم ریم کردستانی دکه لی سری آمریکا هین لوی مجارد آلوزه اوی روزنامه بس باندور رفراندوم باشور روزنامه کریه و گویی ترکیه جویه که تساكو بشتي شارع راقوي بيجاو بيدير سوريا خطبة با والرجواجي ريفريندوم سرخوابوني وركران حتی بوری 6 کرد نزدیک کل سوریه جبجار راقا و میادینش دست داعش رزگار بون گیشتن خزمن خوا 6 ازدین که هاتن رزگار کرن 4 جن و 2 زارو کن و شخاقی گنده کوچو و سبا شیخ خدر یه نوچه شنگالینه رزگار کریان مون قاسم راگیان که بو 3 سال جبان بیت خوا دوره و هیچ زارو کنوی و خواستیاوی لورمانه وروا دیار کر که نتنی اف خوشک و براین ویجی هین دست داعشی دانه برپرس اوفیسر رزگار کرن کردن ازدی و سرکاتیا هریم کردستان حسین قایدی راگیاند که حتی ناتو آلی چوک حکومت چوک پارت چوک دولت چه دولت عراق چه آمریکا و اروپا تو کسی که آلی کاری نکریه سر بابت رزگار کردنش بلی نویسگاه سرکاتی حریم کردستانی پشتی که داعش گیریش کرده بود سر چنگالی و در دور زیادتی 6000 ازدی کتب بود دست چکدار داعشی حتی نه 3037 کس هات نرزگار کردن و هیچی چاره نوسا زیادتی 3000 دن ندیاره دنابیر برپرس نویسگاه رزگار کردن ازدی یا گریدای حکومت هریم کردستانی راگیاند که 10 زورکین دنجیین ازدیل مسئولی هات نرزگار کرن افده زورکین کردن دیل گل هیزین عراقی روجوه مسئولی هات نرزگار کرن هات زانین که 80 وند نوبر 4 حتی 15 سالون دایه و دیوان زورکان بگرین جمع کسوکارین وند دیل پرزگه تحوکی نهیا باشک و بیزانی خبات نجنو و وکرنی بردوامه و نشتاجین وان ین ازیدی بدگرن جی و وارن خوا کردن ازیدی پرزگین خواهی نهی نودکن و بجداری و وکرنا نهی خاطبن تی زانین کل بیزانی 5 پرزگه آتنا نوکرن و هیچ خبات نوکرنا 10 پرزگه نجی بردوامه هروا نهال باشک 6 پرزگه تیدن نوکرن تی زانین با پرزگهش آلی ولاتیان با ویک خواب بخشتین نوکرن و جبر که پرتینن پرزگریک داد کبن هروا زانین که نه حکومت نجی یکی دن پره نادن و خباتا که دکنج دل و پرهجش ازدیان تینه برف کرن نشتاجی بیزانی دیار دکن گود خوازن داعش تمامی شهرمی وره آبیتن و اشکره دکن حتی که داعش جموسل و تلفری نین آبیتن مترسی شولی رانابه اولهی باشیق و بیزانی دستی هزید پشبرگه دانه و پشبرگه سر دابین کرن و اولهی باوری ده خلقی و دوری کمله بناوی هوار پشگریو کمو پارتین یکتیو خریستیانان پارلمانتوی آلمانی درباره جنن ازدیان کش دست داعشی هات نرزگار کرن پانیلک بریواد بن و سرک وزیر آلمانی آنگیلا میرکل سروکین پارتیان و چند پسپورجی پانیل دا آمده بون شیورمند آلمانی دزدجی و یریشب سر جنن ازدی شرمزار کر و دیار کر و پشگری ددن جنن ازدیان وش بو درمان کرنا درونیو جنن کلهمبرگ گفو دزدجا سکسی روبروبانه آلی کاری دکن جنو ازدینا چه جورداوی را بحث چیروک خیا کتنا دست چکدارین داعشی کر و دا زانین کد نو 8 مین دست داعشی دا هر تشت خراب هاتنه سریوی و گوت هیچی زیادتری 3000 ازدی دست داعشی دانه اف 3 سالن ویجیان بزوری دجین هنک جاران جنک روزی 8 جاران تی فروتن زاروک جی پشیوین جداتی نفروتن دست ریجیش کچ و جنون دکن داعشی مجی زاروکان دشو و وان فیری رامانین تندراو دکن نچه دیار کرد که افدیل پانیلی بسا ایش او چیروک خود که او وادو ماند بلا دنگی من ببیسن و هم بلا اف کسین مانند دست داعشی دارزگار بکن و هم جی بلا آلیکاری کسین هات نرزگار کرن بکن بیویستی وان بالیکاری هیه جبلی جنین کردن ازیدی جنک جویا شکمکجی هولوکوستی و جنک جی مسلمان یا شکمکجی کسوی رزگار بوی جی بجداری پانیلی بونه
هات راگیاندن که سرک وزیر عراق و سرفرماندار گیشتی یه هزین چکداری عراق ایدار عبادی جبو راگیاندن تویا کنترل کردن مسئول دل باجیر آخاتنا سرکفتنی بکه. سرک وزیر عراق ایدار عبادی چو مسئول و تگوتن عبادی دل بدری درباره تمامی کنترل کردن مسئول دا آخافت دک بکه. وزارت بروانی عراق راگیاند که برشک بچوک باید هیچ نهاتیه کنترل کردن. داخلی وزارت بروانی عراق دوات گوتن MD رینادن داعشش باجیر برابن فرمانده اپراسیون هبش راگیاند مسئول وکیش علی لشکری و تمامی هاتیه رزگار کردن. هیزن سوریه دموکراتیک و پشکری آمریکای دست برزگار کردن رقای کریه هات راگیاندن که 6 حسیران حتی نا 125 وی باجاری کنترل کریه. سروکی چافدری مافن بروون یا که نویندا وی لندنی رامی عبدالرحمنش آژانس AFP راگیاندیه که هستی یا که یکینان پراستنا گل بشنگی آویده که 125 رقای خستیه بند کنترل خواه. عبدالرحمن اشکره کرد که هستیدل باشوری رجلات و رجوای باجیر 4 دور کنترل کردنه و دست دوربیچ کردن باجاری کمدی رقای کریه و اروها رجوای وی باجاریجی شهر و پیفچون بردوامه. نونری سروکی آمریکا تفهمانیا نو دولتی یادداشت داعش برید مارگیک سردن رجوای کردستانی کرد و گل انجمن سیویل یا رقای هفدیتنک پیکانی. هات زانین که هفدیتن دوری چاوین راگیاندن بریواده چه. هر وها الگور زانیاریان مارک گیرک دیار فرماندار هیزن سوریه دموکراتیک جیویا و پرسا پیشکتن اپراسیون کنترل کردن رقای یکش مجارین سرکه ین جیوینه بون. سردن مارک گیرک پشتی وی یکیته که هسته و پشتوانی پیمانیا نو دولتی تشش وی میدا دست اپراسیون کنترل کردن نویندا باجاری رقای کربو. وزیر بروانی آمریکا جیمز ماتیس راگیاند که آمریکا پشت اپراسیون رقایجی دهین کلوپلن لشکری بده یکی ناین پراستنا گل. آمریکاش ترکیه را باوری دابو که پشت اپراسیون رقای چکین جیپگی را هاتنه داین جاردن جوان بستینن. جیمز ماتیس السروی بجاریجی دیار کرد افگریدوی وی یکیه که پیوی را ریام دیل کبه و چه وقت به. السر پرسا گلو آلیکاریا دی جیپگی را ور داین دی چک به آنو ماتیس و برسیو دا. تشتین که امی بکاربن امی بینن چی. ارو جیمز ماتیس دش نشان کرد و کنترل کردن رقای نوع و ابتدایی بون شهر داعشی. وزیر بروانی آمریکا جیمز ماتیس هفته بوری نامه کشاندو بوش وزیر بروانی ترکیه فکری شقرا و دیار کرد بو که لیسته چکن که آمریکا دادی بگی با کی وکری هر میدیب ترکیه را پاره بکن. هر وقت نامه دهات بوش کرد کردن که گاو داعش ورد تکبرن چک و کلوپلن دشکری ینکو دیمنان تن تومر کردن دیجوان بستینن. لباشاری قومش تو یه رجوای کردستانی صدمات نبون الکتریک و آبی خلقی تاخو خربی یا باجیر دست گریوی کردن. الکتریک و آب قومش تو تنایه ولاتین تاخی پشن و زاروک و ظلام خواه بریار دانه دناف کلانه که دا دست گریوی بکن و کنک مزن نو کلانی دا ودن. اجن انوی تاخی دناف کلکلا گرم غاوینی دا دبیجن افدف جلاکی خواه بردنادن حتی که دخوازین وان جیواره. یا سرکی یا تاخیاتی گرتن ناف کن دا زاروک دقیرینن خلق دا خوزا چرا سرکن آوی کشه الکتریک آوی دکن برپسن ری ببریا خواست سرد بیشه که آوا بنده وان کم بیه لما باندور که نرینیل سر سکتورا الکتریک چه بیه لی سبب چه بنجی خلق دا خوزا الکتریک دکه و بموفکی روا و ساده دبینن. هفسروک پارتی دموکراتیک گیلان سرپیل کمال بیل سر رفرندوم سرخوبون کردستانی گوت ام پشگری دیدن همو پینگوین که بچند دموکراسی و باوی که کش بوری ببری خوب خاطینه آویتن سرپیل کمال بیل راگیاند که مافی هر گلیه که چرانوس خوب خاط دیار بکه هریم کردستانی دی 25 ایلونی داگش بسیار سرخوبونی دی بیک بینه. باکوری کردستانی باجار شیرناک دژی برگه لشکری یری شاته کردن. دنجام یریش داشت سه لشکران جیان خوش دست دان. گر آژانس نوچین یادهای دژی برگه المالی شالی گریلاین پارتی کارکرین کردستانی و هفته بوری یری شاته کردن. هات را جاندن که دنجام یریش دا سه لشکران جیان خوش دست دانه لشکرین ترکیه جی بیاری اپراسیون دانه دست بکردن. هات راگیاندن که نوچه شمزینان یا باجار چولمیرگی توپین هوان و چکین دوچکاین دژی لشکرین ترکیه یری شاتیه کردن. دنجام یریش دا لشکر که جیان خوش دست دایه وکه دن دخینی دهاتیه دست نشان کردن که فروکین به فروکوان شاندن جی بیاری و اپراسیون که بفرد دانه دست بکردن.
شهرداری باجاری بازی باکوری کردستانی را گیاند پیکاری نافدار و عالم کرد احمدی خانی بخلاتی هاتیه شکیراندن. چند روز بریوی پیکاری نافدار زانیار و کلاسیکی کرد احمدی خانی کل باجاری بازی پارزگی آگری یا باکوری کردستانی هاتیه دانین هات بوشکیناندن. وی بیاری دنگک مزند ناف کردان دا بدا و گلک کسان جوالتی نورمال بگره حتی سیاست مدار هنرمند و نویسکاران نرازیبون خالنبر و یکی نشاندان. السروی یکی شهرداری بازی دی کنها کتیه دست قیوم سرشکیراندن پیکاری احمدی خانی داخینی که نویسکی بلاف کرد. داخینی دا کل سروپیلا تویتری هاتیه بلاف کردن هاتیه گوتن که او بیار خلاتی چه بیه. داخینی در هاتیه را گیاندن که هیکال کنو وره چی کرن و دمک کرد دال درسوی وردانین. 29 حزیران سالوگر داردکردن شیخ سعید پیرانی و 47 کشتار تفجیر 1925 یا نتوی یا کرد بود. 9 سال بریل باکوری کردستانی کردانش با واکرنا کردستان که سرخوا لنبری داگرکاری دولت ترکیه سریال داد. لی سرهلدان سرنکت و نزدیکی 3000 کرد هاتن کشتن. سروک و ریبرین کردان هاتن داردکردن و حتی ناجی جی گورین وان ندیاره. 5 پارتی و دزگین باکوری کردستانی حرکت آزادی پاک با کرد پدکی با کرد پسکی که خواه یکی پارتی کردستانی بنوف دکن را گیاندن که دولت ترک دخوازن مروبی و مشروع ینگل کرد پشیوازه که هوانه برسیوان وش بو پرچقاندن و فتساندن تفجیر آزادی خواست یا کرد کت ناف تفجیری. اف پارتی و دزگین باکوری پرکفتو نو دیامین سالوگر داروکرنا ریبری کرد شیخ سعید داخینی که به بیرادینی دان. داخینی هبش یا هر 5 پارتی و دزگین باکوری دا هات را گیاندن که دسپیکو 100 سالا بوری دا گلی کرد راستی خیالات هیزن مزن و کمالیستان هاتیه و هات گوتن وقت سال 1923 دا کمره ترکی هات آوکرن و پشت راجی پیمان و لوزانی یا نونتوایی هات قبول کرن نه براتی ما و نجی قول و سوزن که هات بون داین بینگا و اول یا کمالیستان انداکرنا هبونا نتوایی کرد و هولی را کرنا راستیا کردستانی بو. داخلی دا هاتیه بیرخستل آمده سروک و ریبرین بجارته ین گلی کرد وکی شیخ سعید و 47 هوالین خوب شویه که به حقوقی و بجزای دادکرنی هاتن جزا کرن و پارتین نابوری دبیجن درستی خدا داروکرنا وان خواستن وینا گلی کرد بفتسینن. دبردوامی داخلی داوات گوتن دولت هوف قیمه خوب ویه کشی نهانی و بسدون گند و نافچین کردان ویران کرن. پزارن کردن سیویل و بیگونه جن کال و زورک بشویه که نمروانه هاتن قتل کرن. ین ماین جی بسید هزاران دست زوریش جی و وان خو هاتن درخستن. دولت داگرکاریا ترک اف قصیش داخوزین کردان دترسا که قبرین سروکین واجیش وان دابون بشارتن. وی دولت هوف بشارتن و گورین شیخ سعید و هوالین وی که نشوپین حسارن سالان ین گلی هریمی و ین اولا اسلامی بن پیکرن. هر وقت هات گوتن گل همو ظلم و زردارین داگرکارن جی گلی کرد شهر چارپرچین کردستانی تجارت کشین آزادی ندان روستاندن. دوی دولت ترک همو مافید کردان کش نتبون وانتی بناسه. دوی دولت زودترین جی گورین شیخ سعید و هوالین وی سعید رضا و سعید کردی که اف 9 ساله و شرطیه اشکره بگه. دنگ و بحثین جیانی سروک فرانسیه ایمانوئل ماکرون دخواست سروک آمریکای دونالد ترامپ کرد که اگر حکومت سوریه چکین کیمی بکارانین هر دو ولات برسیبه که هبش بدن وی ولاتی. داخلی که دا کچکا الیسی را گیاند که سروک فرانسیه بریا تلفونی گل هفکاری خواهی آمریکی ترامپ آخویه و هر دو سروکان سر برسی و هبش یا لنبر سوری الهف کریه. سروک فرانسیه گوته بو که هر دوا که چکین کیمی جرک دن سوریه بین بکارانین دی برسی و وان یا لشکریه به. بردف که پنتاگونش آژانس آنادولی یا ترکیه را گیاند بو که وزارت بروانی آمریکای گمان که حکومت سوری آمدکاری با کارانینا چکن کیمیا البنگه شوریات یا اسمانی که پشتی که روز 4 نیسان بهاری حکومت سوری چکن کیمل خان شیخونی بکارانی روز 7 نیسان آمریکای البنگه شوریات یا اسمانی به 5 نه راکت تاماگاف بمب باران کرده بود. حکومت سوریه السر حشری آمریکایی السر یریش کردن یا کیمیش آلی سوریه را گیاند و اف حشریش با یریش کنو هفدانا شکر ناسبه بانه گور داخلی که کانال فرمیل سر نوی حکومت سوریه بلاف کرد داخلی آمریکا یا السر یریش کیمیایی نراسته و ببنگه آمریکای روزا دشمی داخلی که ایدیا کرده بود که حکومت سوریش با یریش که کیمیایی آمده کاریان دکه و دیار کرده بود که اگر یریش که ویرنگی واره کرن اف یریش دیواره جزا کرن.
مزنترین کمپانی روسیه هلبرینو نفتی روسنیفت را گیاند که هجمار که سروری وی بونه آرمانجا یریش که بفرای اینترنتی. آژانس رویترز رادگینه که بلی روسنیفت سیستم چند بانکین اوکراینا و فرنگی هری مزن یاوی ولاتیجی راستی یریشان هاتنه. شرکت اولی یا بنگل موسکوی گروپ ایب دیار کرد که تشت خویابوی اوه که یریش که کوردینکری یا هفدم یریش بسر آرمانجن روسیه و اوکراینا. کوپنهاگ یا پایتخت دانمارک جی کمپانی کارگو یا جیانی مولر مارکس را گیاند که سیستم وی کامپیوتر جی بل یریش که اینترنتی سکنی لینه هات زانین که یریش بیه دل را گریدایه. رویترز بالکشان که شرکت دامچی یا روسی که ببو آرمانجا یریشان گل کمپانی مارکس یا دانمارکی شرکتی دکه. وزیر درویی آلمانی سیگمار گابریل را گیاند سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان فرمی دخواست کرد در چارچوبه لوتکه G20 آلمانی جوالاتین ترکیه را باخ و او گابریل دیار کرد که برلین دخواست اردوغان قبول نکرد. هر حال گورنوچه شپیگل بردف که حکومت آلمانی استفن سیبرجی داخلی که دیار کرد داخلی که وزیر گابریل دایش ولی سرک وزیر واجهاتی پسند کردن. هلوست حکومت آلمانی بیرنگیه هفته و 8 تیر در آلمانی بازار هامبورگ جوینا G20 دیواره خستن هروا بریار رجب طیب اردوغان بجداری و جوینی ببه. بدف که سرکمری ترکیه ابراهیم کالند کنفرانس که روزنامه‌نگاری دا جبر داخلین رایدرن آلمانی سرسردن اردوغان که رایدرن آلمانی رینادن اردوغان جوالاتین ترکیه را باخ و برتک نشان داد. کالند دیار کرد که جبر سبب والا نویلن اردوغان گلوالاتین ترکیه آلمانی بجبه او گفت اف نل گل دوستانی و اف پیمانیه. هر وا ابراهیم کالند بالکشان در سربیارین برای رفرندوم گارتن دستور ترکیه او گفت امیوی دکن که رایدرن آلمانی شاشی مزن که ینگ پیواجوی رفرندوم دکرن دوباره نکن. به بونه امبیتن که پیوندین ترکیه و آلمانی ین پست سالن نکن قربانی حساب دمکرتین بجاتنان. وزیر درویی آلمانی سیگمار گابریل را گیاند بو که سرک وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان فرمی دخواست کرد که آلمانی جوالاتین ترکیه را باخ و هروا گابریل دیار کرد بو که برلین دخواست اردوغان قبول نکرد. بدون نجا ابو بشان دنگ و بس نفتی که شهر چهار پچین کردستانی و کردن دیاسپورا هروا نوچین نونتوی جاره کردن هفتیاتی دیسال سروی ناونیشانی بنجام نوچین هفتی که رادیو رتزه امی راستی هبین برنامه بیلوس ترکی پشکشی وکر حتانی شنیاتی 2 منوت نوخیر و خوشیده.